اینا یه سری کلاهبردارن. یه مؤسسه بچا براتون بگم جالبه، یه مؤسسه بود، حالا من تو ترکیه مثلا این حرفا زدم، این مدیرش هم سوادی بود. من معمولا از کسی بدگویی نمی‌کنم، میدونید اخلاق منه، ولی این آدم چون الان اسمش هم نمیبرم، حتی فارسی رو سلیس و روان صحبت نمی‌کنه. بعد میرفت مثلا به چند تا مؤسسه دیگه فوش میداد، اون از زبون ما نقل میکرد. من اینجا به همه عزیزانم بگم سیستم مؤسسه ملک‌پور اینه، حتی اگه از مؤسسات دیگه کمک بخوان ما بهشون کمک میکنیم. هر وقت حتی اگه یه مؤسسه رقیب به ما زنگ بزنه بگه آقا شما توی موضوع چیکار میکنید، ما بهشون آموزش میدیم. بدونید اگه مثلا یه کسی رفت یه صفحه فیکی زد، کار همین مؤسسه است. این مؤسسه که کار ترکیه میکنه عمدتاً کارش از همین کارا، خودش و یه آقای ارسلانی داره اصلا مشکل روحی داره و به مؤسسات دیگه، اگه مؤسسات همکار مهاجرتی بدونن مؤسسه ملک‌پور به هیچ کسی کاری نداره، از هیچ کس بدگویی نمیکنه. جمع دارم بهت میگم این موضوع رو تمام نکنی من شلوار تو یکی رو در میارم جرت میکشم اگه اتفاق نیفته. شالات سری فقط اینو بهت بگم برای اینکه بدونی دفعه آخرت هم باشه رو پات رو دومه من نذار، چون کاری باهات میکنم که تا اقوام و فامیلت بیان بگن گوه خوردی. پسر جان دفعه آخرت باشه تو این کارا وارد نشی و الا من گوش تو میکشم، کاری باهات میکنم که جد و آبادت بگم ما گوه خوردیم. تو گوه میخوری به اینستاگرام کسی رو هک بکنی، برای چی این کارو کردی؟ تو بعد زنگ دفتر رو توضیح کردی. هیچ شکی انجام نشده ملک‌پور. خانمو لخ میکنم جلوی تو ترتیبشو میدم، تو گوه میخوری زنگ دفتر من. مردی که بیشون جایگاهی نداری که این گوهی میخوری. فردا صبح میرم کورت بذارم. حالا ببین آقای نصرتی اون در ما اینه ها، من به این آقا احترام گذاشتم، ظاهرا این آقا شرم و حیا حالیش نمیشه. اصلا اینستاگرام شما هیچ ربطی به من نداره آقای ملک‌پور. و اونو باید بیای تو جای جواب بدی، کاری برات کردم. یه مؤسسه هست، من فقط یه مؤسسه است که تا الان دیدید در موردش گاهی اوقات گرایی کردم، برای اینکه مدیرش از نظر روانی بیماری جوونیه، ریش داره و حالتهای خیلی عصبی و تند داره، همش بدگویی میکنه، به همه میپره و اینا. تازه من اونها بدگویی نمیکنم، به اونها نمیپردازم، هیچ وقت نگفتم دارم بدیم، ولی مثلا میگن آقا راجع به دیگران میگن آقا مثلا اینا بعضی از مصاحبه هاشون پرده سبز نمیدونم با فیلم برداری درست میکنن. خب ببینید این مردم خودمون اینجا 2000 نفر آدم بیاریم پرده سبز بذاریم، یا مثلا از نظر من قوای عقلی فقط میتونم بگم ایراد داره یا سوادش باید. سلام، من بهزاد هستم. حدوداً 6 ماهه که اومدم فرانسه و دارم پزشکی میخونم. وقتی ایران بودم به مؤسسه‌های خیلی مختلفی مراجعه کردم، ولی در نهایت با مؤسسه گوتوتیار آشنا شدم و به این کشور مهاجرت کردم. اینم ویزای تحصیلی منه که اومده. کات اوکی بهزاد، بریم کانادا رو ضبط کنیم. تصویر بک‌گراند قرار عوض بشه؟ آره تو کاریت نباشه. رفتیم ضبط. 3 2 1. سلام، من بهزاد هستم. حدوداً 1 ساله که اومدم کانادا و دارم اینجا ارشدم رو در رشته مدیریت میخونم. شاید این داستانا و این صحنه‌ها براتون خیلی جالب و وسوسه انگیز باشه، اما برای یه تیم حرفه‌ای ساختن همچین فیلمایی کاری نداره. اما هدف ما این نیست. هدف ما دادن اطلاعات به شما و نشون دادن راه‌های مختلفه، نه گول زدنتون. اگر امکان داشته باشی چهره منو شطرنجی کنی که حالا مشکل چیزی واسه اون نکن پیش نیاد. کار ما کار علمیه. مگه ما بهتون میگیم یه روشی هست، نمیگیم رشوه بدید این حرفا. خاطر وضعیتی که شرکت به ما داد، خب من کارمو ول کردم، بعدم اینجا و منتظر موندم که ایشون کارو واسه من انجام بده. صحبت از رویای اشتغال در آن سوی آبها. رویایی که قرار است توسط برخی خارج نشینان و به دست کارمندانشان در شرکت‌های سوری داخلی ظاهراً محقق شود. کارکنان یکی از اینها، چون نمیخوام اسمشو بیارم، مراجعه کرده بودن، میگفتن ایشونه که ما هیچ وقت نمیبینیم، کشور اتریشه. توی فضای بسیار زیبا هستیم، پر از برفای خوشگل اتریشی. از اونجا با ما اسکایپی که صحبت میکنه، یکی از مواردی که خیلی تأکید میکنه اینه که شما مسئولیتتون فقط و فقط اینه که فرد رو قرارداد ببندید. میخواد کجا بره؟ میخواد بره کره مریخ، اشکالی نداره. نروژ، سوئد، آلمان. اومدیم در مورد کشور تاپ دنیا بهترین شرایط رو فراهم کرد. این آدمی هستش که 1 میلیارد تومان پول گرفته و امیدهای واهی داده در مورد کشور کانادا، مدارک جعلی درست کردش به ما داد. شرکتی که اونجا تو کشور مقصد اعلام کردن اصلا وجود نداشت. با این حال یک تماس کافی است تا مشتریشان شوید. مبلغ قرارداد هم برای مهندسی برای آلمان 30 میلیون هست که تو 4 تا قسط ازتون دریافت میشه. یعنی 30 میلیون رو ما بدیم میریم در آلمان مشغول میشیم یا نه؟ بله. قراردادها در شمال شهر بسته میشوند.
آن هم در دفاتری در مجتمع‌های مسکونی. اعزام نیروی کار انجام دادیم. الان تماس گرفتیم باهاتون. با کی صحبت کردن اینجا؟ کی گفته ما اعزام نیروی کار داریم؟ هیچ مجوزی نداریم. وکیل استرالیایی میتونه باشه، کانادایی میتونه باشه، میتونه فنلاندی باشه. مجوز میتونه از این آقای دکتر داریم ما میتونیم ببینیم. الان دستم نیست. نیروی اعزام می‌کنیم ولی الان باید هماهنگی لازم انجام بشه. نمیتونم با آدرس اینجاست که چه هماهنگی؟ نه، بعد وقت قبلی باشه. به عنوان اعزام دانشجو دارم کار کاریابی غیر مجاز انجام میدم. ولی بر امور کاریه دیگه. یهو نرم باید بگیم ما مهاجرتی بودیم کاری نیستیم فلان و بیسار. به زرس قاطع میگم ما تا حالا یک پرونده کاری هم حتی اینجا نبستیم. خودم نشستم اینجا کارمنده با من صحبت کرد هم میزنیم میان ما سویچ میکنیم رو تحصیلی. حالا تعداد زیادی کاریابی غیر مجاز علیرغم مجازات‌های قضایی آموزش کرده و مجازات واسش تعیین کرده و برخوردهای پلیسی مواردی که همکاران ما برخورد کردن موضوع کاریابی هستش با قوت به کار خود ادامه میدن. کاریابی هایی که اگر برخوردی جدی‌تر با آنها صورت نگیرد عواقب کارشان بسیار سنگین‌تر میشود. الان من خونه‌مو دلم پس پول رهن خونه‌مو اینجا خرج کردم، پول ماشینمو اینجا خرج کردم، کارم و شغلمو اونجا از دست دادم. سعید یقینی، باشگاه خبرنگاران جوان.